درود. به نام فلسفه و خرد آریا محمدیان هستم و میخوام در واقع ویدیو کوتاه در مورد یک توضیح مختصری در مورد فلسفه اسپینوزا بدم و سعیم در اینه که در این چند دقیقه بیام به اختصار کل فلسفه اسپینوزا رو پوشش بدم، هرچند نتونم کلیتش کنم. اگه شما واقعا دلتون میخواد که فلسفه اسپینوزا رو بفهمید، شما باید برید سراغ شرح‌هایی که در فلسفه اسپینوزا مثل فصل اسپینوزای تاریخ فلسفه دورانت یا چند فصل اسپینوزای تاریخ فلسفه کاویسون در جلد 4 یا فصل اسپینوزای تاریخ فلسفه راسل در واقع جلد 3 تاریخ فلسفه غربش، یا کتاب مثل راتل که یادم نیست جلد چند و یه فصل یا چند فصل در رابطه با اسپینوزا داره. ولی پیشنهاد خودم اینه که شما هم دورانت رو بخونید، کافی همون فصل اسپینوزای دورانت رو بخونید، تاریخ فلسفه دورانت ویل دورانت فصل 4 اگه اشتباه نکنم، و 20 صفحه بیشتر نیست و کامل توضیح داده. و بعد برید سراغ خود آثار اسپینوزا، مخصوصا اول با اخلاق شروع کنید. اخلاق حتما با ترجمه چیز بگیرید، با ترجمه آقای محسن جهانگیری بگیرید، مرحوم محسن جهانگیری، چون که ترجمه بقیه مثل لیلا امرت داره و یارو کیومرس پارسا که من کیومرس پارسا گرفتمش. حالا به نظر من کیومرس پارسا بهتر از در واقع جهانگیری، چون که اومده و هیچ پانوشی نداشته و اون خلوص متن رو حفظ کرده، اون خلوص هرمنوتیک متن رو. ولی من خودم سالها روی اسپینوزا کار کردم که مثلا میتونم خودم اخلاقو بخونم، حتی میتونم اخلاق انگلیسی بخونم، چون حالا لاتین بلد نیستم، چون اخلاق به لاتین نوشته شده، ولی خب نزدیکترین ترجمه هم انگلیسی میتونم بخونم بدون هیچ چیزی، چون مترجمای انگلیسی هم خیلی کم پانوشت میذارن مثلا برای اخلاق اسپینوزا یا بقیه کتاب فلسفی. ولی آقای محسن جهانگیری ترجمهش برای در واقع تازه کاران، کسانی که تازه میخوان با اسپینوزا و فلسفه‌اش آشنا بشن، کلی رفرنس داده. حتی مثلا به فلسفه دیگه، مثلا یه بخش اولش به جوهر، یه صفحه کامل جوهر رو از ارسطو، مفهوم جوهر از ارسطو تا اسپینوزا رو توضیح داده بود. حالا برای کسایی که با فلسفه اصلا آشنا نیستن مناسبه، ولی اگه آشنایی دارین با اسپینوزا یا آشنایی نسبی دارید، برید سراغ ترجمه آقای کیومرس پارسایی. حالا بگذاریم، بعد برید سراغ کتاب رساله الهی سیاسی با ترجمه آقای علی فردوسی، بعد کتاب رساله سیاسی، این ستا رو بخونید کافی. رساله قوه مدرکه هم هست، اصطلاح قوه مدرکه، که اینم خیلی مهمه، مخصوصا اون مقدمه شاهکارش که بعدها بهش میرسم توی این ویدیو. اونو مدام میکنید که اسم آقای اسماعیلی سعادت ترجمهش کرده. این 4 تا رو بکنید کافی برای فلسفه اسپینوزا، علاوه اون در واقع فصل ویل دورانتش، یعنی فصل تاریخ فلسفه ویل دورانت، فصل اسپینوزاش، فصل 4مش. بگذارید از 3 دقیقه وقتتون رو گرفتم، حالا بریم سراغ خود فلسفه اسپینوزا. اسپینوزا اولین و مهمترین مفهومی که در فلسفهش بیان میکنه خداست. آلتوسه میگه که قبل از اسپینوزا کل فلسفه بر اساس این بود که بیان وجود خدا رو اثبات کنن. اسپینوزا اومد یه چرخش کوپرنیکی کرد و گفت که چی؟ گفت که ما باید خدا رو اول تعریف کنیم و اومد گفت خدا نامتناهی، طبیعت نامتناهی، این دو تا نمیتونن غیر هم باشن، یعنی نسبت تساوی دارن. پس خدا همون طبیعت یا همون جوهره. جوهر چیست؟ جوهر در واقع خدا جوهر نامتناهی است، دارای صفات نامتناهی و صفات و حالات نامتناهی که حالا بهش میرسیم. جوهر همون خداست که میشه کل طبیعت، یعنی من شما همه حالت خودیم و کلمون یعنی خدا رو یا جوهر تشکیل میده. صفات خدا، اسپینوزا میگه خدا بی‌نهایت صفات داره که فقط 2 تاشو اشاره میکنه تو کتابش. یکیش امتداد و تفکره که این ریشه در فلسفه و دوالیسم یا همون دوگانه‌انگاری دکارتی داره، کارتیزیان، که دکارت میاد میگه که 2 تا جوهر داریم ما، جوهر مادی که همون امتداد میشه و جوهر غیر مادی که همون تفکر میشه، که در اسپینوزا به هم میپیوندن و اسپینوزا میگه جسم و فکر یکی هستند و میاد فیزیکالیسم رو مطرح میکنه که در دیدگاه مونتئیستی، یعنی دیدگاه یگانه انگاری اسپینوزا، کاملا میاد با فلسفه دکارت مخالفت کنه، که اصلا یک کتاب داره شرح و نقد فلسفه دکارت، اصول فلسفه دکارت، که قبل از اخلاق حتی نیستش. بعد و میرسیم به آخرش که حالات خدا. گفتم حالات خدا، من، شما، این در واقع میز، این گوشی، این یوتیوب، هر موجودی که در جهان است،
هر موجودی که طبیعت رو شکل میده حالات خدا هستن، هر کدومشون، ولی همشون با هم جوهر رو تشکیل میدن. فهمیدین یا نه؟ و صفات هم که اصلا جدا میشن، یکیشون امتداد یکی تفکر، ولی بی‌نهایتن. این مهمترین مبحثی بود که حالا میایم توی فلسفه اسپینوزا بررسی میکنیم، همون خدا. بعد میرسیم به اخلاق. اخلاق میگه، تو اخلاق مطرح میکنه، میگه که سعادت چیه؟ سعادت عشق عقلانی نفس به خداست و این عشق متقابله، یعنی خدا هم به عشق عقلانی به نفس یا انسان داره. از اون گذشته ما میرسیم که مثلا آخرین یک اصلا شاهکار این کتاب اخلاق، یعنی یک بر اساس هندسه اقلیدوسی نوشته شده و این هندسه میگه که ما در کمترین در واقع چیز میایم یه سری اصول رو میاریم مطرح میکنیم، بعد از اصولی که مطرح کردیم میایم یه سری گزاره میاریم و بر اساس این اصول و گزاره ها مقدماتی میاریم که نتیجتا میایم گزاره های بعدی رو ثابت میکنیم و بعد گزاره های بعدی میاریم و 5 بخشه و مثلا بخش پنجمش 42 تا گزاره داره و هر گزاره شاید مثلا هر گزاره که نه، ولی مثلا اکثر گزاره تبصره دارن، این تبصره دارن حداقل، بعضیاشون 2 تا دارن، بعضی حتی 3 تا دارن تبصره. اینا میاره مثلا اسپینوزا میاره توی کتاب اخلاقش، حدود 200 صفحه است. حالا ترجمه آقای پارسای 200 صفحه است، مال آقای جهانگیری شاید 300 400 صفحه باشه، چون پانوشت زیاد آورده توش، اصلا نصفش پانوشت شده. بعد میاد اصلا به نظر من شاهکار اسپینوزا تو آخرین اصاره فلسفهش میگه چی؟ میگه که در اخلاقش میاد میگه چی؟ آخرین گزارش 42 بخش پنجم اخلاق میگه که سعادت پاداش فضیلت نیست بلکه خود فضیلت است. دوری از شهوات باعث لذت از سعادت نیست بلکه بالعکس لذت از سعادت است که باعث دوری از شهوات می شود. اصلا اوج گزاره است که میاد تبصره میاد، اصلا تبصره میگه که شخص نادان به این علت که انفعال داره و از در واقع درک درست از خدا و اشیا نداره و نمیتونه و همیشه تحت تاثیر حالا روح روانش تحت تاثیر در واقع چیز قرار میگیره، در واقع یادم رفت بگم عوامل بیرونی قرار میگیره و این در واقع به قول شامپور چی میگه؟ شامپور میگه که یافتن سعادت درون خودت دشوار و در دیگران غیر ممکن است و دقیقاً اسپینوزا همینو میگه و شوپنهاور هم اینو میاره توی اولین بند کتاب در باب حکمت زندگیش. آره، اسپینوزا میگه که فقط کسی که حالا خردمنده و طبق اخلاق زندگی میکنه و عشق نفس عقلانی نفس نسبت به خدا داره، عشق عقلانی نسبت به خدا داره، میتونه درک درستی از خود، اشیا و در واقع و خدا داشته باشه و به سعادت برسه. سعادت یه مفهومیه که با رستگاری فرق داره. سعادت میشه هپینس و رستگاری میشه ردمپشن. سعادت یک مفهوم دنیویه چون اصلا اسپینوزا به خلود روح و معاد معتقد نیست و میگه بعد از مرگ ما دیگه در واقع نیست میشیم و به طبیعت میپیوندیم. البته ما جزء طبیعتیم، مثلا آگاهیمون از دست میدیم، صفت تفکری که به خاطر سوژه بودنمون، حالا دکارت میگه سوژه، ما سوژه ابژه که بعداً براتون توضیح خواهم داد، میگه اون صفت رو از دست میدیم و فقط ولی همچنان میگه ما هر چی در طبیعت هست و خواهد بود، ما فقط تغییر ماهیت میدیم. مثلا من از انسان تبدیل میشم به خاک، میشم به چی میدونم کود، هر چی میشم حالا. و اینو دیگه اسپینوزا اینو میگه، این دومیش بود. و سومیش میگه، سومیش هم آزادی و جبر. اسپینوزا جبرگرای قهاری، دترمینیست قهاره و میگه که اصلا ما چیزی به نام آزادی وجود نداره، چون که ما در واقع ما خواسته هامون رو میدونیم و فکر کنیم آزادیم خواسته هامون، ولی علت اون خواسته هامون رو نمیدونیم. مثلا من الان گشنم میشه، میدونم گشنمه، ولی علت این گشنم میشه نمیدونم که مثلا اینه که من بنابر قوانین طبیعت و اون زیستی که دارم با اون یک موجود زنده و برای بقا نیازمند غذا هستم، مگه نمیمیرم؟ متابولیسم بدنم از کار میفته و به سلولام غذا نمیرسه و میمیرم. و اسپینوزا اینو میگه هر کاری که ما میکنیم در واقع به خاطر قوانین طبیعت و قوانین اجتماع که ما نمیتونیم تغییرشون بدیم، پس ما مجبوریم. و البته این میگه رافع مسئولیت اخلاقی ما نیست، میگه که ما تنها یک آزادی محدود داریم و اون آزادی محدود آزادی از بند شهوات نامتجانسمونه. نمیگه هر شهوتی، هر احساسی، هر میلی، هر غریزه‌ای بده،
میگه اونی که غیر عقلانی باشه و ضد در واقع تحت هدایت عقل قرار نگیره. مثلا من الان میگه شهوت برای مثلا فرزند آوری در حالا اون چیزی که در واقع شر و عرف و اینا هست خوبه، واسه ازدواج و تولید مثل و ادامه بقای انسان ها میشه، ولی اینکه مثلا بیاید تجاوز کنی به یکی، این میشه چیز بد، میشه شهوت ناموس نجانس. اینم بهتون گفتم دیگه. 3 تا بس. 4مین بس میریم سراغ در واقع سیاست و دین. 4می معجزات. اسپینوزا مثل یه میاد معجزات رو رد میکنه، چون اسپینوزا اول میخواسته خاخام بشه و توی مدرسه خاخام ها درس خونده و حتی 24-25 سالگی اونجا بوده و به مثلا چندین بار کتاب مقدس یهودیان یا همون تورات رو خونده، چیزان تلمود رو خونده و اومده نقدشون کرده توی این کتاب رساله الهی سیاسی. مثلا گفته معجزه وجود نداره. مثلا میگه که عیسی در واقع عالی ترین شکل خردی بود که میتوانست در انسان، خرد الهی مثلا اون چیزی که اسپینوزا میگه یعنی وحی نیست، در واقع چیزی که طبیعت به وجود آورد. منظورش این طبیعت خلاق، کریتیو نیچر. و بعد میاد از عیسی به عنوان شریفترین و عالیترین خرد انسانی تجریح میکنه و اون میگه اون نه پسر خدا بوده نه پیامبر بوده، بلکه یک انسان عادی مثل من شما بوده. و بعد میاد مثلا توی آخرین فصلی اصلا شاهکار این کتاب میاد یک چیز دیگه می‌نویسه، میگه که فصل 20 یا 21 من یادم میشه که در آن نشان داده میشه در یک جمهوری آزاد هر کس حق دارد به هر چیزی میخواهد بیاندیشد و حق دارد آن را آزادانه بیان کند. و میاد در این تایتلش، عنوان اون در واقع فصله، و میاد میگه که در واقع در توضیحاتش میگه اگر حکومت ها میتوانستند که به ذهن مردم اذهان مردم همانطور حکومت کنند که بر دهانهایشان حکومت میکنند، دیگر نیازی به تبلیغ و سرکوب نبود. یعنی نمیتونن، یعنی شما هر کاری کنی بالاخره یکی شک میکنه به حقانیت حکومت، حقانیت دینت، حقانیت باورات، حقانیت ایدئولوژیت. یک بالاخره شک میکنه و کم کم شک گسترش پیدا میکنه، مثلا ممکنه تیشه بر ریشه حکومتت بزنه و حکومت رو نابود کنه. ما بارها داشتیم که حکومت‌های دینی، مذهبی، ایدئولوژیکی نابود شدن و حکومت‌های دیگه اومدن جایگزینشون شدن. پس میگه اساس مردم داری در حکومت آزاد جمهوری چیه؟ خود مردم سالاری، دموکراسیه. نه اینکه مثلا اون باورهای دگم و جذب اندیش حاکم یا حکومت. حالا از این بگذاریم میریم سراغ 3مین کتابش، یعنی رساله سیاسی که میاد انواع حکومت رو بررسی میکنه که مثلا اول شاهی بررسی میکنه، بعد اولیگارشی یا حکومت در واقع یه عده قلیل نخبه سالاری، آریستوکراسی نخبه سالاری بررسی میکنه، بعد میاد دموکراسی که آخرین حکومته و میاد میگه دموکراسی بدین حکومته، ولی یک اشکال داره، یک ضعف داره، اینکه اکثر مردم نادان، همونجوری که افلاطون میگه، همونجوری که سقراط میگفت و دموکراسی آتن رو به سخره میگرفتن و تو سقراط به خاطرش مرد. میگه که دموکراسی تنها ضعفش اینه که با اینکه برترین شکل حکومته اینه که اکثر مردم نادانن و دوباره باعث میشن یک شارلاتان بیاد روی، یک پوپولیست بیاد روی قدرت و این بیاد دوباره یک دیکتاتوری. هم کمان کان که مثلا ما ناپلئون رو داشتیم که بعد از انقلاب فرانسه اومد و یک دیکتاتور شد، یا رضا شاه داشتیم که بعد از انقلاب مشروطه اومد و یه دیکتاتور شد و مثال های بیشماری که داشتیم، مثلا همین لنین و استالین که بعد از انقلاب اکتبر 1917 اومدن دیکتاتور شدن و غیره غیره. و این هم از این. البته یه در واقع نقدیه که با آخرین فصلش اسپینوزا مرد و نتونست اون فصل رو تکمیل کنه و اصلا کتاب رساله سیاسی یا آخرین کتابش رو تکمیل کنه. این میگن که اینه که اومده گفته که زنان نمیتونن حاکم بشن، چون اگه اینطور بودند در واقع خیلی بیشتر، حالا خیلی بیشتر نه ولی به اندازه مردا حاکم زن داشتیم. مثلا میگفت مثلا فقط یه قبیله آمازون داشتیم و یه ملکه الیزابت اول و چه میدونم، خیلی کم داشتیم توی مثلا انگشت شمارن حاکمای زن در تاریخ اون زمان نسبت به حاکمای مرد. و این حالا مورد انتقاد فمینیست‌ها قرار گرفت و بعضی از اسپینوزیست‌ها اومدن اشتفا کردن. حالا کاری به اون عقاید به نوعی زن ستیزانه اسپینوزا نداریم، چون که اون تابع اصل خیش بوده و
زمانی خیش اصلا یه چیزی به نام فمینیست نبود. قرن 17 در جایی مثل هلند که اون موقع آزاد اندیشترین چیز بوده، کشور جهان بوده و جمهوری بوده، جمهوری قرن 17. بعد مثلا کی بگم، خود اسپینوزا مثلا میومد تو هلند اخلاقشو منتشر میکرد. اگه اخلاقش بعد مرگ منتشر، مثلا رساله الهی سیاسی شو یا چی میدونم اصلاح قوه مدرکه شو چاپ میکرد اونجا، مثلا دینو به انتقاد میگرفته، دین رسمی که مسیحیت بوده به انتقاد میگرفت و آزاد زندگی میکرد. البته مثلا یه بار ترورش کردن، از اصلا یهودیت، از جامعه یهودی طردش کردن و تکفیرش کردن، لعنتش کردن. حالا کاری به اینا نداریم، ولی به هر حال یک آزادی نسبی داشته نسبت به بقیه جا. خیلی آزادی هلند بیشتر بوده، ولی باز هم در اونجا و در جامعه‌ای که بوده اصلا خود ارسطو و افلاطون ضد زن بودن دیگه، چه برسه به بقیه. حتی مثلا ما بریم اینورتر تا قرن 19 دیگه مثلا فمینیست نداریم. قرن 19 و اوایل قرن 20 مثلا جنبش فمینیستی نیست شکل میگیره. بعد حالا بهتون بگم دیگه، فقط اینو میخوام بگم، آخرین چیزی که اسپینوزا میخوام ازتون بگم اون مقدمه اولینه، در واقع آغاز رساله قوه مدرکشه، که میگه که من به دنبال چیزی بودم که فی النفسه خوب باشه، یعنی به خودی خود و بتونه روح همو خوب کنه. و اول به شهرت و پول فکر کردم، ولی فهمیدم که اگر در تحصیل آنها کامل نشوم خیلی غم بزرگی میبینم و مثلا شهرت یه چیز بدتری هم داره، یک ویژگی بدی هم داره که من همیشه باید مطابق میل مردم رفتار کنم و خودم نباشم و ازش لذت نبرم از زندگیم. بعد اومدم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که تنها چیزی که میتونه برای روح من یک غذای خستگی ناپذیر و خوب درست کنه چیه؟ اون در واقع علم به چی؟ علم با یکی بودن با طبیعت. میگه من و شما یکی هستیم با طبیعت، همه چیزها رو به عنوان طبیعت، جوهر، خدا میگرفت. کریتیو نیچر یا طبیعت خلاق، اسنس، جوهر، گاد، خدا، و میاد اینا رو در واقع چیز میگیره به عنوان همشون یکی میگیره در یک مونتئیسم، یک یگانه انگاری اسپینوزا، همه جهان یکیه. مثلا میاد با دوالیسم دکارتی که دوگانه انگاری دکارت میگفته ذهن و بدن متقابلن و ذهن اصلا مادی نیست و طبق قواعد فیزیکی و قانونای طبیعت رفتار نمیکنه، ولی اسپینوزا اومده رد کرد. به بعدها مثلا مونادولوژی لایبنیز اومد مونادولوژی رو نوشته که اصلا ما جوهرهامون نامتناهی، منادن خودشون منادم نامتناهی و غیره و غیره. این میشه یه بحث دیگه ادامه ندم، الان 17 دقیقه پر کردم و امیدوارم از این لذت ببرید. تا جایی که تونستم خلاصه توضیح دادم، ولی خب بیش از کمتر از 18 دقیقه نشد، چون کامل باید توضیح میدادم. اسپینوزا 5 مبحث مهمش دادم و 3 دقیقه اول مثلا اومدم ترجمه های آثار اسپینوزا مطرح کردم و گفتم کدوم بهتره و اصلا شاید بگیم یه ربع شد در اصل. اگه 3 دقیقه مثلا کنیم 18 دقیقه، این 18 دقیقه رو ببین، حتما ببین، کامنت یادتون نره، سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید، لایک هم یادتون نره، برای دوستان شیر کنید، بفرستید دیگه. همین، دوستتون دارم. تا قسمت بعدی و یک پادکست نه ولی ویدیوی فلسفی دیگه در یوتیوب. بدرود.